تو عرض برای منتظری. تیموریان، یه پاس عمقی خوب، موقعیت برای فردین آبدینی، یه بازیکن رو هر جوری از جا میگذاره، پاس به بیرون، فرصت توی دروازه، گل برای استقلال. و حساب کار حالا میشه 1-1 مساوی با ضربه‌ای که اکبرپور میزنه. کار خوبه فردین آبدینی، پاس گل او و اکبرپور که در این مسابقه موفق میشه دروازه تیم مصر رو باز بکنه. 1-1 مساوی و امیدواری برای امیر قلعه‌نویی و شاگردانش. پاس خیلی خوبی رو آندو ساخت و پرداخته کرد. پاس اولی که آندو داد واقعا خیلی خوب بود، چندین بازیکن از جریان بازی خارج کرد. فردین آبدینی هم به این ترتیب که میبینید تونست استفاده بکنه از این پاس آندو. پاس بیرونش هم خیلی خوب داد با چشمانی باز و بغل‌های حرفه‌ای اکبرپور که استقلال رو به گل مساوی میرسونه. رودباریان هم که دیگه نمیتونست در مقابل این توپ عکس‌العمل خوبی رو به نمایش بگذاره چون توپ دور از دستاش بود.